سلام، چطورین بچه‌ها؟ امروز واسهتون آموزش کیک برونی با لایه پنیری آوردم از اون دسته کیک‌های کافی شاپی خیلی خوشمزه که کنار یه استکان چای فوق‌العاده میچسبه. اگه میخوای یاد بگیری دستورشو، اون قلب سفید و قرمزش کن و تا آخر کلیپو با من همراه شو. حتما کپشنم بخون که اندازه دقیق مواد و نکاتشو توی کپشن برات نوشتم. وقتی که کره و شکلات رو روی بخار کتری با هم دیگه ترکیبش کردیم، تخم مرغ‌ها رو دونه دونه به همراه وانیل اضافه میکنیم. بعدم شکرها رو اضافه میکنیم و مواد خشکمون رو روی اون الک میکنیم. اصلا نیازی به استفاده از همزن برقی نداریم و همه مراحل با همزن دستی انجام میشه. برای درست کردن لایه پنیریشم اول کار پنیر رو با همزن میزنیم، از هم دیگه بازش میکنیم، شکر رو بهش اضافه میکنیم، تخم مرغ هم به همراه وانیل بهش اضافه میکنیم و با همزن دستی میزنیم. کف قالبمون رو کامل با روغن چرب میکنیم. 2 تا قاشق از مواد شکلاتی رو کنار میذاریم و مواد شکلاتی داخل قالب میریزیم. قالب من 20% بود ولی شما قالب 20x20 انتخاب کنید. لایه پنیر رو روش میریزیم. بعد از اون 2 تا قاشقی که جدا گذاشته بودیم رو روش میریزیم. با یه دونه خلال دندون بهش شکل میدیم. سعی کنید همه جا به اندازه پخش بشه که طرحش خوشگل بشه. میذاریم توی فر 180 درجه‌ای که از قبل روشنش کردیم 35 تا 40 دقیقه بمونه. کمی که از داغ افتاد دور تا دورش رو با آرومی از کاغذ جدا میکنیم و از قالب در میاریم. کیک براونی باید قبل از اینکه سرد بشه برشاشو بزنیم. بعد اجازه میدیم کامل سرد بشه و از کاغذ جدا میکنیم. نوش جان.